الان داریم میریم پیش آقای کوثری، یکی از سازنده‌های سرشناس و متبحر جواهر توی ایران. سلام. احوالتون؟ کوثری شرایط داریم. ممنون. خواهش می‌کنم. چند دقیقه وقتتون رو بگیریم ان شاءالله راجع به بحث جواهرسازی صحبت رو خدمتتون داشته باشیم. من اهل تهرانم، تهران به دنیا آمدم. در مرکز تهران میشه گفت که بین اون موقع میگفتن کوچه صدراعظم، بین پامنار و ناصر خسروی سابق، اونجا به دنیا اومدم و تهران بزرگ شدم. حالا یه زمانی بود که سالایی بود که خیلی وضع کار بد بود و وضع اقتصاد و مملکت و اینا بد بود. پدرم در لاله‌زار کار میکردن، خیاط بودن، خیلی خوبی بودن. به خاطر همون پای من از همون جاها، چون ناصر خسرو و لاله‌زار به هم خیلی نزدیک بود، رفت آمدم پیاده تو بچگی اینا دیگه اونجاها رو یاد گرفته بودم. این که بعد از اینکه دوران ابتدایی تموم کردم، یه مقدارم متوسطه، کم کم دیدم که نه، دوست دارم کار بکنم. اصلا از این تحصیلی که اینقدر وقت میگیره، یک سال بخونی، یک کلاس بری بالا، خیلی خستم میکرد. این چون سر کار و پدرم هم اتفاقا مریض بودن، اجباراً هم باید این فکر میکردم که برم کاری برای آینده بکنم. این کاری که میبینید مثلا این کار قدیم بوده، شما ببینید با یه طلای 9 عیار و نقره عیار پایین، ببین با این الماسا اون زمانا چه هنری به خرج میدادن پیشینیان ما. ببین چقدر کار قشنگیه. کل طلایی که این برده به اندازه کار به اندازه طلای 2 تا حلقه بیشتر نیست. بله، همینجوری که دوستان اصفهانی ما میدونن که باعث افتخار ما هستن، باعث افتخار همه ایرانی‌ها و هنرشناسا هستن. بیشتر دوست دارم با آدم متخصص صحبت کنم، وقتی یه چی توضیح میدم بفهمه که من چی دارم میگم. ولی مشتری معمولی که هیچ برای اومده یه حلقه یا جواهری بخره، اینا اینکه زیاد اونقدر نمیدونن که واقعیت هنریش چیه. از همینجا به دوستان اصفهانی واقعا میخوام صحبت که شد یادم افتاد که عرض ارادت کنم. واقعا خیلی باعث افتخارم، به خصوص آقایون اصفهانی که در کار طلا هستن و یه مقدار از جلوی واردات طلا از خارج جلوگیری میکنن. امیدواریم بتونن موفق‌تر باشن که کاملا کارهایی که مورد احتیاج این مملکت اینا همه تولید بشه. ما اگر دولت وسیله‌ای فراهم کنه که جواهر فروش‌ها یا وارد کنندگان جواهر دسترسی آزاد به بازارهای دنیا داشته باشن و به سرعت بتونن این جواهرات رو رد و بدل کنن، هم میتونن خارج کنن بفروشن، هم میتونن وارد کنن مایحتاج رو تامین کنن. خیلی کارها کردم که رفقای کپی کردن، زیاد دنبال کردن کار ما و خیلی شاگردای زیادی من تحویل اجتماع دادم. خدا را شکر که از چیزایی که بهش افتخار میکنم اینه که بچه‌های درست و هنرمند و زحمتکش رو من به این صنف هدیه دادم. یعنی هر کسی که تو این صنف واقعا اگه تو این هنر یه چیزی داره، یک اسمی داره، یه چند دفعه با من دو تا چای خورده.